وای چه پیشی نکن گاز نگیر، کار بدیه گاز گرفتم. پیشی جون شروع نکردی؟ شروع رفتیم؟ خیلی خوب. چه سوال سختی. من پیشی رو بذارمش بره. پیشی جون برو. به هر حال دوست داشتم که بتونم شاید مجموع کارامو یا یک نمونه هایی از همه اون چیزهایی که داشتم رو به صورت یه مجموعه داشته باشم و در واقع یک برآورد کاری باشه برام. ولی من به هر حال دوست دارم کارامو چاپ بکنم و به هر بهانه‌ای به شکل‌های مختلف کارامو چاپ میکنم و اینا رم خیلی وقت بود، فکر کنم 6-7 سال بود که تو فکرش بودیم و با آقای بهمنپور صحبتشو میکردیم تا دیگه به تدریج شکل گرفت و دیگه به اینجایی رسید که البته خیلی فراز و نشیب زیادی رو گذروند، اما دیگه به اینجا رسید که چاپش تموم شده و امیدوارم تا 10-20 روز دیگه رونمایی بشه. خب سوژه که همیشه خودم هستم، ولی اینکه کتاب همینجوری وقتی کار میکردیم اسمش کتاب مریم بود، یعنی گفتیم خب بریم کتاب مریم رو کار کنیم، کتاب مریم به کجا رسیده اینا. ولی بعد کم کم این اسم آقای بهمنپور انتخاب کردن، گفتن اصلا میذاریم کتاب مریم و بعد برای اینکه بسیار توضیحش داده بشه اون 5-10 زندگی عکاسانه مریم زندیرم من اضافه کردم. این کتاب تقریبا فکر میکنم 5-6 سال طول کشید از شروعش. یه فکری راجبش کردیم، تصمیم داشتیم که این کارو بکنیم با آقای بهمنپور و فکر میکنم قبل از کرونا، به هر حال نمیدونم کرونا الان 4 سال میگذره دیگه، آقای بهمنپور می آمدن هفته یه دفعه. ما قرار داشتیم که من عکس‌ها رو اول از ژانرهای مختلف و مطالب مختلف جدا میکردم، آقای بهمنپور می آمدن، ما اونا رو باز با هم در واقع انتخاب میکردیم. بعد این انتخاب رو کردیم، نزدیک 1000 تا عکس شد که عکس ها رو هم یادمه که پرینت هم گرفتیم، یه دور پرینت ها رو هم نگاه کردیم و باز یه در واقع حذف اولیه انجام دادیم. ولی دیگه خورد به کرونا، یعنی کرونا که شروع شد و دیگه یک مسائل مختلفی پیش آمد و همون مشکلات و نگرانی های کرونا، کار دیگه متوقف شد. فکر میکنم تا شاید مثلا 2 سال 3 سال بعدش اینجورا که دوباره کارها کم کم رو به راه شده بود و نظر به هر حال فعالیتشو بیشتر دوباره داشت شروع میکرد که اون موقع من به آقای بهمنپور پیشنهاد کردم که آقای بهمنپور گفتن که ما امکان درآوردن، یعنی از نظر مالی شرایطمون خیلی بده و امکان درآوردن این کتابو نداریم و باز یه مدت تعطیل شد و بالاخره فکرایی کردیم. من بعد از یه مدتی دوباره با چند تا پیشنهاد سازنده رفتم سراغ آقای بهمنپور و بالاخره بعد از صحبت‌ها و مشورت‌هایی که کردیم قرار شد که کتاب در بیاد، که این تقریبا صحبت حدود 1 سال، مثلا 1.5 سال پیشه. کار کتاب البته خب خیلی سخت پیش میرفت به دلیل زیادی عکس‌ها و متنوع بودن عکس‌ها، یعنی در زمینه‌های مختلف بود. انتخاب این که با چی شروع کنیم، اصلا قصه کتاب چی باشه و از کجا به کجا بریم خیلی سخت بود و راجع به این مسئله خیلی عکس‌ها رو هی جا به جا کردیم، هی بالا پایین کردیم. به هر حال تو این زمینه مشاور هنری کتابم آقای، اینو لطفا از این رو بردارین که این نزنه بندازه، مشاور هنری کتاب آقای ابراهیم حقیقی بود و به هر حال با ایشون هم یه جلساتی داشتیم که هی عکس حذف می‌کردیم. ایشون مسئول جزو حذف کنندگان بودن، می اومدن عکس حذف می‌کردیم.
خب قاعدتا من خیلی عکس‌ها رو دوست داشتم، هی من فکر می‌کردم نه اینا باشه، اینا هی بحث و صحبت و این بهتره یا اون بهتره. البته بیشتر من نگاهم به عکسایی بود، عکسای عکاسانه بود، یعنی برام اینکه عکس خوبی باشه مهم بود. آقای بهمنپورم موافق بودن، اما ایشون یه کمی هم فکر می‌کردن که عکسایی که جنبه تاریخی داره یا به دلایل دیگه‌ای مهمه اونا رو هم بذاریم، که باز در این زمینه ما 3 نفر هی صحبت کردیم و بحث و اینا. به هر حال بخشیش اونجوری شد، بخشیش رد شد و دیگه همینجور ما تا دم آخر دیدین که من یه چیزی تو اینستاگرام گذاشتم که آقای بهمنپور میگفت الان 10 سال گذشته هنوز این کتاب در نیامده و اینا. و البته من گفتم من تا آخرین لحظه کتاب و عکس میارم و عکس میبرم، یه هیچ جایی نگیم کتاب بسته شده. خب البته خانم مافی هم که گرافیست کتاب بودن، خب سخت بود براشون، ایشون هم خیلی همراهی کردن، هی خلاصه جا عوض میکردیم، هی که عکس ها عوض میشد، اصلا یک وضعیتی بود. در نتیجه دعوا به زن بخور، قهر، من دیگه نمیام، من دیگه کتاب در نمیارم، اصلا این کتابو دیگه در نمیاریم. خلاصه کلی از این برنامه ها داشتیم، همینجور 3 4 5 نفری، تا دیگه بالاخره یواش یواش شکل گرفت. ولی خب از اونجا که هممون دلمون می‌خواست کتاب در بیاد و خب آقای بهمنپور هم که همیشه محبت داشتن و حالا راجع به آقای بهمنپور بعدم بگم که خوش سلیقه‌ن و از این حرفا. بالاخره کتاب هیچی دیگه جمع و جور شد و دیگه قرار چاپ رو گذاشتیم و من خودم همش بالا سر چاپ بودم تمام مدتی که چاپ میشد. من مثل یک ناظر چاپ خیلی خشن و سختگیر کتاب چاپش تموم شد. دیروزم یا پریروز جلدش رو چاپ کردیم و امیدوارم 27 آذر بتونیم اتفاق خاصی نیفته و رونمایی بشه. خب توی کتاب یه سری عکس هست که برای اولین بار چاپ میشه، تا حالا چاپ نشده و حتی بعضی عکسای دیگه هم که مثلا چهره ها که در آمده یا عکسای انقلاب که در آمده تو اینجا، به غیر از بعضی عکسایی که یه کمی آیکونیک شده یا به هر حال عکسای بهتری هستن و من میخواستم که اینجا دوباره باشه، اونام سعی کردم از عکسای تازه تر استفاده بشه و عکسای قبل از انقلاب که تقریبا هیچ کدومش تا حالا چاپ نشده، مثل عکسای بازی‌های آسیایی، جشن‌های 2500 ساله، جشن‌های هنر و یه سری چیزای دیگه. من فکر می‌کنم اینو شاید در مورد یه هنرمند یا یه عکاس باید یه منقد تشخیص بده. من خیلی متوجه تغییری در نگاهم نمیشم، همونطور که گفتم من الانم بعضی عکسامو که نگاه میکنم فکر میکنم همون جوری میگرفتم اگه الانم میگرفتم. فقط تفاوتش اینه که شاید من آگاهانه تر عکاسی میکنم و سریعتر، یعنی سریعتر میرسم به اون چیزی که میخوام، زودتر میشناسم و اون موقع خب شاید سخت‌تر بوده برام، یا دیرتر میرسیدم یا با عکس‌ها و فریم‌های بیشتری میرسیدم. حس مسئولیت اجتماعی و تاریخی با من همیشه بوده، ولی من عکاسی رو به خاطر عکاسی بیشتر عکاسی کردم. شاید ناخودآگاه یا بخشش هم آگاهانه رفتم سراغ مسائل اجتماعی و باز شاید در ناخودآگاه هم دوست داشتم که برم، اما همیشه من فکر میکنم دوربین منو همه جا برده، یعنی عشق به عکاسی و اینکه دارم از موضوع تازه‌ای یا موضوع عجیبی یا موضوع سختی، حالا به هر حال عکاسی میکنم، همیشه دوربین منو برده. ولی خب اون موضوع شاید در نهایتش هم خب ذهنیت منم جوری بوده که مثلا به اون موضوع جلب می شدم، اما بیشتر میگم مسئله عکاسی همیشه برای من مطرح بوده و به خاطر عکاسی به هر سمتی رفتم.
خب ایران نمیتونم بگم در این کتاب، ایران برای ما همه جا هست، همه چی هست، ایران توی ماست، اصلا یه چیزی جدا از ما نیستش که. و خب معلومه من مثل شاید خیلی از ایرانی‌ها عاشق ایران هستم و یه لحظاتی فکر میکنم شاید اگر همون به خاطر عکاسی رفتم و عکاسی کردم، ولی اگر این یک میراث یا چیزیه که میمونه که به درد ایران یا ایرانی یا به هر حال به دردی میخوره در جهت فرهنگ یا هرچی، خب خوشحال میشم. یعنی فکر میکنم شاید یک قدم خیلی خیلی کوچیک برای ایران برداشتم، ولی ایران اصلا واقعا لااقل در مورد من اصلا جدا همه جا ایران هست و در همه چی ایران هست. اصلا نمیتونیم بگیم یه چیز خاصی رو مثلا من برای ایران انجام دادم، همه چیز به نظر من در جهت ایران، ما همه ریشمون اینجاست و عشق و علاقه و سابقه و اصلا همه چیمون، یعنی ما از ایران جدا نیستیم که. من همیشه به هر حال رو مسئله زنان کار کردم. از شروع کارم یکی از سوژه هایی که همیشه مورد توجه بوده زنان بوده. به شکل‌های مختلف هم کار کردم. این الان رفله دارم؟ یکم بردارم. میخوایم بردارم. نمیذارین؟ کمتر شده. کمتر شده. آخه میخوام یه ذره شیک باشم، نمیذارین دیگه. من همیشه میگم نسبت به مسئله زنان توجه داشتم و خیلی هم عکاسی کردم از شروع کارم. یعنی در واقع روی یکی دو تا به صورت پروژه هم کار کردم، زنایی که دیده نمیشن و زنایی که دیده میشن. اونایی که دیده میشن که یه مقدار کار یکی دو تا تقویم و اینا در آوردم، یه مجموعه‌ای که یه مقدار زیادی عکس داره، حالا شاید یه موقعی بتونم کاملترش کنم. زنایی هستن که خب شناخته شدن تو زمینه‌های مختلف، فرهنگ، ادبیات، نقاشی، موسیقی، ورزش، به هر حال شناخته شدن. یه عده زنایی هستن که دیده نمیشن و تو جامعه خیلی زیادن، ولی شاید اونا هم به همون اندازه دارن تلاش میکنن، به همون اندازه در فشار هستن و به هر حال هستن. من یه مجموعم روی اون زنایی بود که دیده نمیشن که اینا رو هم خیلی کار کردم به هر حال. یعنی توجهم همیشه به مسئله زنان بوده، ولی در مجموع من خیلی مسائل رو سعی کردم زنونه مردونه نکنم چون دوست نداشتم. اما خب نمیتونیم منکر این بشیم که مسائل زنان یه بخش مهمیش مخصوص به خودشونه و مردا اون مشکلات یا اون مسائل رو ندارن، پس باید بهش توجه ویژه بشه. حتما توانایی های آدم ها متفاوته، نه توانایی های زن و مرد. مثلا در عکاسی یه زن میتونه عکاس خیلی بهتری از هزاران مرد عکاس باشه، یا یه مرد میتونه مثلا یه آشپز همچنان که الان بهترین آشپزا مردا هستن. یعنی کارو خیلی من توانایی رو به زنونه مردونه نمیخوام تقسیمش بکنم. من اصلا مسائل فنی رو نمیدونم، یعنی خیلی راحت بهتون بگم من خیلی کم در واقع میدونم، در اون حدی میدونم که باهاش عکاسی کنم و مشکلاتمو برطرف کنم. در این حال خیلی هم به مسائل فنی و لنز و دوربین و نمیدونم اینا اعتقادی ندارم. من مثلا تمام ایام انقلاب و اینا رو با 2 تا لنز عکاسی کردم، 2 تا لنز 2 تا دوربین، و الانم یه دوربین دارم که 2 تا لنز داره که معمولاً با یه لنزش کار میکنم. یعنی من خیلی به تجهیزات و اینا اعتقادی ندارم، بلدم نیستم و نمیدونم اصلا زیاد چه فایده‌ای داره. کار من با همونی که انجام دادم تا حالا برطرف شده. بنابراین من اصلا راجع به لنز و دوربین و این حرفا نمیتونم صحبت کنم، راجع به چیزای دیگه بپرسی. این اگه رفله داره بردارم، نمیذارین که آدم شیک باشه. دیگه برداشتم میخواستم یه ذره شیک‌تر باشم. دیگه برداشتم. میدونین کتاب وقتی شروع میشه، یعنی یه کتابی که تصمیم میگیریم در آد و یعنی من خودمو دارم میگم،
دلم میخواد درات و تصمیم میگیرم که در بیاد، از اولش خیلی چالشه، یعنی چالش زیاد داره، به خصوص حال مسئله ارشاد هست، مسائل مالیش همیشه مطرح بوده و بعدم اینکه بالاخره به هر حال تو میبینید تو مملکتی هستیم که معمولا از 2 روز دیگه همون خبر نداریم اینکه آیا این کتاب به سرانجام میرسه، میتونه درآد یا نه، همیشه مسئله است. برای همین و من چون خیلی به هر حال دوست دارم کارامو و کتابمو، وقتی میخواد درآد خیلی هیجان زده هستم، یعنی تا اون کتاب در نیاد من اصلا واقعا گاهی شبا خوابم نمیبره اونا و راستش انقدر هیجان زده هستم که گاهی فکر میکنم من میمیرم و این کتاب در نمیاد، یعنی من نیستم که کتاب در بیاد. اینه که میگم کتاب برای من خیلی همیشه هیجان داره. این کتابم خب از اولش برای اینکه کتاب مهمی بود، کتاب خیلی گرونی در می آمد، عکسای زیادی داشت، من تمام آرشیومو باید زیر و رو میکردم. در نتیجه خیلی سعی کردم به خودم آرامش بدم که بدونم این یه چیزیه که باید یواش یواش پیش میره، انقدر نگران نباش که زود حالا به یه جایی برسه. و گفتم که ما از قبل از کرونا شروع کردیم و آمدیم رسید تا تقریبا به 1.5 سال پیش که دیگه تصمیم گرفتیم کتاب در بیاد. خب انتخاب عکسای کتاب سخت بود، انتخاب روال کتاب سخت بود و مسائل مالی خیلی مطرح بود. به هر حال وضع کتابو که میدونین چجوریه. به هر حال ما مسائل مالی کتابو یواش یواش جلو بردیم، کاغذو خریدیم، باز مقداری گذشت تا تونستیم کتابو جمع بکنیم. مسئله قصه کتاب خیلی سخت بود برای اینکه موضوعات مختلفی بود، از قبل از انقلاب تا همین مثلا دیروز. آخرین عکس کتاب مال اون هفته است که باز من دویدم رفتم گفتم این عکس اینو باید بذاریم. حالا به هر حال در واقع چالش اصلی جمع کردن این کتاب بود که چی رو انتخاب کنیم، چی رو بذاریم، چه جوری بریم جلو. و خب طبیعیه که حتما هم ایراداتی داره. حتی همین الان از نظر خود من فکر میکنم اگه اینجوری میشد بهتر بود، اگه اونجوری میشد بهتر بود، ولی دیگه واقعا نمیشد بیشتر از این کشش بدیم، باید یه جایی تمومش میکردیم. و حالا به هر حال من خیلی خوشحالم که کتاب داره در میاد، هنوز که در نیامده داره در میاد و به هر حال فکر میکنم کتاب مهمیه، لااقل برای من کتاب خیلی مهمیه. قاعدتا مخاطبش باید عکاسا باشن به نظر من، چون اینجا محور اصلی عکسه و نه چیز دیگه. منتها خب یک روالی داره، یک تاریخی توشه، 50 سال زمان کمی نیست و بخشی از کتاب خب عکس‌ها یعنی از نظر تاریخی هم مهم هستن و اتفاقات مهمی خب توش هست. میتونه در واقع بیننده ها یا مخاطبین مختلفی داشته باشه، اما من دوست دارم که بیشترین مخاطبش عکاسا باشه. هیچی، فقط ببینه و بذاره کنار. آندره ژید میگه همه کتاب ها رو در خود بسوزان، ببینه و بذاره کنار، دیگه اصلا تموم، بره سراغ کتاب بعدی من. برای نشر نظر در واقع من فکر می‌کنم لااقل در این زمینه بهترین نشر ایرانه و هم از نظر سلیقه و انجام کار، هم از نظر انتخاب، چون من خودم هم یه خورده آدم گاهی خوش اخلاقی نیستم و انتخابام هم یه خورده سخته، یه خورده با همه آدما نمیتونم کنار بیام. اما خب آقای بهمنپور واقعا انقدر آدم درجه یکیه و از همه نظر به هر حال ما خیلی با هم جور شدیم، خیلی تونستیم که کنار هم کار کنیم، کوتاه آمدیم در مقابل هم، چون کار کردن با هم برامون ارزش داشت. به هر حال من نشر نظر رو واقعا دیگه الان مثل خونه دوممه، مثل دفتر خودمه، انقدر که خب با بچه‌ها روابط خوب و دوستانه دارم و تقویمام اونجا چاپ میکنم و الانم این کتاب در اومده و ما منتظریم که این کتاب جریانش تموم شه بریم سر سراغ کتاب بعدی.
به هر حال دلایل خیلی زیادی دارم برای کار با نشر نظر، ولی به هر حال درجه یک بودن هم کار از نظر من و هم خود آقای بهمنپور که به هر حال دوست خوب منم هستن. واقعا جذابه. واقعا چی جذابه؟ صحبتاتون. صحبت من جذاب‌تری آقای بهمنپور؟ صحبت شما خیلی متشکرم. کی جرأت داره الان بگه آقای بهمنپور؟ خدا آقای بهمنپورم بود فکر کنم باز الان میگفت شما قطعا. آها نباید بگم. بله. خب عکسایی بوده که من دلم می‌خواست تو این کتاب چاپ شه و چاپ نشده. حالا دیگه این مربوط میشه به اون حذفیات و یه مقداری هم البته روال کتاب و یه مقداری هم حجم کتاب. مسئله اینه که الان کتاب 500 و خورده صفحه شده و اول شده بود 700 صفحه. ما یک برنامه ضربتی پیاده کردیم که 700 صفحه رو بیایم برسونیم به 600 صفحه و خیلی کار سختی بود برای اینکه کتاب با عکس‌ها انتخاب شده بود و من که دلم نمی اومد یه دونه عکس رو بردارم، ولی دیگه با زد و خورد و آقای حقیقی حذف و آقای بهمنپور دعوا و من گریه و خلاصه همه این حرفا بالاخره 100 تا عکس رو حذف کردیم. ولی هنوز زیاد بود، تازه شده بود 600 صفحه و هزینهش خیلی بالا میرم. الان من تو اینستاگرام که میذارم هی همه میگن خانم زندی قیمتش چقدر شده با توجه به جیب ما میتونیم ما بخریم. میدونی خب این خیلی مهمه که بتون. واقعا من دوست دارم کتابم من کارای عکاسی من معمولا خیلی گرون نمیذارم برای اینکه همه بتونن داشته باشن. کتابم واقعا همینجوره. منتها خب هزینه واقعا عجیب دیگه نمیتونم بگم دیگه همه واردن و در نتیجه کتاب رو سعی کردیم حجمش کم بشه و دیگه تصاویر رو حذف کردیم و بود تصاویری که من دلم میخواست باشه. البته یه دونه عکس منم، یعنی یه دونه نه 2-3 تا بی‌حجاب و اینا داشتیم که خب ارشاد حذف کرد، ولی یه دونه عکس کوهنوردی من بود که داشتم فرود می آمدم، اصلا نه حجاب معلوم بود نه چیزی، ریز به نسبت اینا. من اینو واسه چی حذف کردم؟ ولی نه خوشبختانه کتاب از نظر خود ما خیلی مجبور شدیم حذف کنیم به خاطر جای کتاب. یعنی هیچ جور خودمون رو سانسور نکردیم، گفتیم هر چی میخوایم بذاریم، اگه کس دیگه میخواد حذف بکنه، اما کس دیگه هم خیلی حذف نکرد. من در واقع از یه جایی دیگه زندگی شخصی نداشتم، یعنی زندگی شخصی و عکاسی یکی بود. زندگی شخصیم اما عکاسیم بود یا عکاسیم زندگی شخصیم بود. نمیدونم چه جوری بگم. خب تا یه سالهایی که به اصطلاح در خانواده بودم، همسر و بچه‌هام بودن، خب باید به هر حال یک وظایفی هست که آدم باید انجام بده. طبیعی هم هست که کسایی هستن که آدم دوستشون داره و میخواد که انجام بده. ولی به تدریج من عکاسی برام اینقدر مهم شد که در یک فرصتی که فکر کردم شاید خانواده دیگه به من احتیاجی نداره خودمو تنها کردم. یعنی یعنی جدا شدم و بچه‌ها هم که بزرگ شدن و تنها زندگی میکنم و از اون موقع واقعا میتونم بگم که دیگه همه چیم عکاسیه. تفریحم عکاسیه. من هر جایی که میرم فقط به عشق عکاسی میرم. سفر من اصلا دوست ندارم برم معاشرت کنم، برم خونه کسی یا برم مهمونی. فقط دوست دارم دوربینم رو بردارم و برم یه جایی که بتونم عکس بگیرم یا چیزای تازه ببینم و بسیاری چیزا رو و بسیاری سفرها رو، مکان‌ها اینا رو من در واقع فقط از تو ویزور دوربینم یادمه. بیرونش یادم نیست یا با عکس‌ها یادم میاد و یادم میمونه. بنابراین اصلا باید بگم که عکاسی همه چیزه برای من، همه چیز شده، سال هاست که شده و نمیدونم واقعا اگه عکاسی نبود چجوری باید زندگی میکردم. عینکمو بزنم رفله بده اذیتتون کنه. خب حالا برمیدارم چون دیگه سوال آخره. میخوای سوال آخر بزنم؟ خیلی خوب آقا سوال آخر. من عینکمو میزنم که رفله بده
تایید و اذیت کنه. وای چه سوال سختی. یعنی نه سخت نیست، همه چیز. به نظر من عکاسی به من همه چیز داد. البته تا این همه چیز رو ما چی معنی کنیم؟ برای هر کسی یه چیزیه. برای بعضیا پوله، برای بعضیا نمیدونم شهرت، حالا نمیدونم، برای هر کی یه چیزایی ممکنه باشه. ولی من واقعا فکر میکنم اگر عکاسی رو نداشتم نمیدونم باید چی کار میکردم. من در واقعا شاید بدترین لحظات ناامیدی، تنهایی که معمولا همیشه تنهایی هست، اون لحظاتی که حالم بد بوده، فقط وقتی به عکاسی فکر میکنم حالم خوب میشه. یعنی امید بهم میده، فکر میکنم امیدوار میشم، یا به کارم، یا اینکه میخوام کتاب درارم، یا دارم عکس میگیرم، یا میرم سفر عکاسی میکنم و به اینا که فکر میکنم حالم خوب میشه. و همیشه فکر میکنم اگر این نبود واقعا من چجوری زندگی میکردم، چی کار باید میکردم، چی منو خوشحال میکرد. نمیدونم، هنوز واقعا جوابی واسش پیدا نکردم. البته عکاسی یه چیز دیگه هم داده به ما. اگه عکاسی نبود الان من و شما اینجا نبودیم. یا متوجه میشدم شما هم هستیم میومدم و واقعا یاد گرفتم. متشکرم، مرسی. درس پس بدم. شما لطف دارین و من اون جوابی که باید بگم از عکاسی گرفتم، اینو دارین ضبط میکنین دیگه؟ آره، اون جوابی که از عکاسی گرفتم بخشیش همینه. یعنی در واقع من هیچ وقت از عکاسی، اون موقع‌هایی که به خصوص خیلی بیشتر احتیاج داشتم، بالاخره شرایط الان رو نداشتم، هیچ وقت تشویق خاصی، پشتیبانی خاصی یا یه چیزی که به هر حال دلگرمم کنه خیلی شاید کم، نه واقعا اصلا نبود. و شاید اون چیزایی که فقط من دلگرم میکرد عکاسی بود و اون بخشی که مربوط به عکس گرفتن میشد. ولی همیشه جلو کارم ما گرفتن، اذیت کردن، کتابام، نمیدونم نمایشگاهام، همه چی. حالا دیگه اینا رو من الان ترجیح میدم مثلا راجبش حرف نزنم، برای اینکه همش تموم شده رفته و من الان اینجا وایسادم و خودمو اینجا وایسوندم و این مهمه. ولی جوابی که همیشه گرفتم و باز هم باعث دلخوشی و در واقع انرژی دادن به من بوده، همین جوابی بوده که از مثل شماها، بچه‌ها، دانشجوها، دخترها، اینایی که با کارای من با من ارتباط برقرار کردن و همین حرفا رو زدن. یعنی اینا به من انقدر امید و تشویقم میکنه که برام کافیه و همین باعث شده بتونم تا الان ادامه بدم. هنوزم کتابای دیگه در راه.